کتابی که دست نخورده قرآن عظیم شان است. ما مکلفیت داریم به قرآن. من مکلفیت ندارم که پدرم چی میگه، مادرم چی میگه، پدر کلانم چی میگه، مادر کلانم چی میگه. او خو مشرکین میگفتن که ما دین پدرای خود ترک بکنیم. نه، مسلمان میگه پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پشت نام از اون نگرد. خودت عقیدت قوی و درست بساز و خودت از او استفاده بکن. صاحب کل گپایت خوش میه؟ چرا کل گپایت خوشت میه؟ امروز نقیبم کدام تا دیگه خوش آمده کمرش هم طرف. خب یک بغلا امروز فیلم برداری میکنم. خب کل گپایت خوش آمد. چی گپ آمد؟ گفت مثلا ما میریم یک پیش یک دوست خدا در قبر یکی از دوستای خدا میریم، اینجا سجده عبادت نمیکنیم، سجده احترام میکنیم. میریم سجده میکنیم، رکوع میکنیم، مثلا این کارا میکنیم. دیگه عالی چه نقص داره؟ چه نقص داره؟ من گفتم برادر عزیز فکر کنین من همیشه اینجا باشم، اینم امون نفر نیم. من همیشه در پیش روی تو هستم. اگه تو بیایی بر من رکوع کنی، من میگم بلیاز خدا بر من رکوع نکن، من در غضب خدا نپر تو. چرا که رضا بالکفر کفر است. من که راضی شدم که تو بر من رکوع کنی، من که راضی شدم تو بر من سجده کنی. من خودم چی شدم؟ تو خود رفتی. خب من رام کردی چی کردی؟ من رام کردی خرق کردی. من برات بر ما که حتی کسی که بر ما سر خدا پایین بگم نه بر ما تعظیم نکنی، عظمت ذات الله هست. من خودم 24 سال سبحان ربی العظیم میگم، تو بر من چرا میکنی؟ من گفتم تو اجازه میدم؟ نه. سجده میکنی اجازه میدم؟ نه. گفتم اگه شلایی کردی تو سیلی کشت کنم که دیگه در زندگی طرف من دور نخوری، بر من چرا سجده میکنی؟ خب گفتم من بسیار خوب قوی ایمان دارم و موحد هستم یا رسول الله صلی الله علیه و سلم، یا ابوبکر صدیق، یا عمر فاروق، یا عثمان ابن عفان، یا علی ابن ابی طالب، یا ابو هریره و یا مثلا حسن و یا حسین و یا فاطمه و یا بلال حبشی. اونها کسانی بودن که اگر ما تمام عمر نفس خودم بکشیم به خاک پایش نمیرسیم. مگه تمام عمر زحمت بکشم به گرد خاکی که در جهاد اصحاب بدر در سر رویشان شد، امو خاک گرد که شد دوجه، امو قطره خاکی که در روی از اینا ریخت، اونو تمام عمر عبادت مرا کفایت میکنه. من یک قسم ایمان قوی دارم که تو را نمیمانه که برای من رکوع و سجده بکنی. چطور یک دوست خدایی که از مکه در ایمان و در عقیده قوی است و خداوند متعال از اونها راضی شدن و موحد بودن، کدام موحد اجازه میده که یک نفر بخیزه برای رکوع بکنن سجده بکنن؟ گفتم نشه که در روز قیامت برای هر کدام انسانی که تو سجده کردی در روز قیامت یک سیلی هر کدامش کشت کنه. برو گم شو. تو برای کدام بیدین فکر کرده بودی؟ من مردم دعوت میکنم بیا مرا عبادت بکن. گفتم در روز قیامت خدای عزوجل خودش گفته این مسیحیایی که حضرت عیسی علیه السلام بتش جور کردن، کالایش درستن برش نپوشاندن، این سایبوش در دیوال کلیسا و رویزان کردن، خداوند متعال صدایش میکنه که یا عیسی در مقابل کل مخلوقات یا عیسی برش میگه نیمتون یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. الله از حضرت عیسی سوال میکنه. عیسی تو خود پیغمبر بودی؟ این میلیون های انسان هایی که خود جورج بوش و تونی بلیر و فلان که میگن که ما پیروای تو هستیم، یک تعداد زنایی که در افغانستان به نام missionaries they are working in Afghanistan we are missionaries for Jesus Christ، این کسایی که میگن ما دعوتگرای چیزس کرایست عیسی مسیح هستیم، کل از یار استاد میکنه میگه خود تو دخترک که راهبه هستی و تو راهبه و فلانی و پاپ جان پال و پاپ بندیکیت و فلانی، تو بیاین کلتان اینجا استاد شدن، کلشان استاده هستن. الله جل جلاله در قرآن عظیم شان میگه که عیسی علیه السلام خودش استاد میکنه. انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. عیسی تو گفتی برای مردم که مرا و یا مادر مرا خدا بگردین به غیر از الله جل جلاله؟ یافتی استاد؟
تو اما آیت شریف بکش پیدا کن. آخر سوره مائده. خوب گوش بگیرید. عقیده قرآن است. کتابی که دست نخورده قرآن عظیم شان است. ما مکلفیت داریم به قرآن. من مکلفیت ندارم که پدرم چی میگه، مادرم چی میگه، پدر کلانم چی میگه، مادر کلانم چی میگه. او خو مشرکین میگفتن که ما دین پدرای خود ترک بکنیم. نه، مسلمان میگه پشت نام پدر چی میگردی؟ پدر خیش شو اگر مردی. پشت نام از اون نگرد. خودت عقیدت قوی و درست بساز و خودت از او استفاده بکن. اینه آیت 116 سپاره 7 سوره مائده. خوب گوش بگیرید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. میگه در روز قیامت خدای عزوجل عیسی علیه السلام پرسان میکنه و اذ قال الله، و یاد کن وقتی را که بگوی الله جل جلاله یا عیسی ابن مریم، ای حضرت عیسی بچه مریم. خوب نام و نام مادرش اردوش میگیره. ای عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو گفتی که مرا و مادر مرا دو خدایی بگیرین بغیر از الله جل جلاله؟ تو گفتی؟ عیسی علیه السلام چه جواب میده؟ قال سبحانك. عیسی علیه السلام با بسیار تواضع میگه خدایا پاکی مر تو راست، ذات مقدس و پاک تو هستی. ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بر من مناسب نیست که من چیز رو بگم که من حق از او را ندارم. من پیغمبر هستم لیکن این حق من نداشتم که من کسی را بگم که بیا بر من عبادت بکنین، بیاین بر من سجده بکنین. امروز کسایی که این حق بر خود میته و مردم میگه بیا بر من رکوع کو، بیا بر من سجده کو، این حق بر خود میته، به خدا در روز قیامت ذلیل میشه. و او کسایی که پیش از این مردم ها میرن و خودم میپرتن و سجده میکنن، بازی ها دیگه چی میگن؟ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. باز میگه کسایی که رفیقا و دوستای ظالم و جاهل و بیدین داره که گمراه کردن، باز میگه یا لیتنی ای کاشی قاری صاحب رفیق خود نمیگرفتم. یا لیتنی. بازی لیته این دیگه علما میگن که این چی هسته؟ یک آرزویی است که ناشد است. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش ما فلانی صاحب که مرا بیا بر من سجده کو، بیا بر من رکوع کو، بیا بر من تعظیم بکو. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر. خب مرا از دین گمراه کرد. در آیت شریف دیگه میگه خدای این در دوزخ پرتو. پیروا چی میگه؟ رهبر خدا میگه خدای خوب دمی آتش خوب هم تو غرقش کن. که این منم میگم که من خود جان، من خود نافهم، من خود صاحب نمیفهمیدم قرآن شریف. همین ظالم خانه خراب صاحب آمده پیش من کتریش سفید خود چرخ میزنه. ناچی میری به نام دین تو می ناچی، به نام دین، به نام عقیده، به نام اسلام. خب میگذاری عیسی علیه السلام و اذ قال الله یا عیسی ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. گفت خدایا پاکی مرتراست، بر من این مناسب نبود که من چیز رو بر مردم بگم که من حق نداشتم. یعنی بر از اونها میفهمانه که من پیغمبر هستم. ای امت محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر حق نداره که کسی را بگه بر من سجده کو. پیغمبر حق نداره کسی را بگه که بر من، و پیغمبر این کار نمیکنه. پیغمبر موحد است، نمیکنه این کارو. برادر چرا سر پیغمبرای خدا تهمت میکنیم؟ سر یک انسان معصوم پاکی که خداوند اونا را والله یعصمک من الناس، خداوند اونا را معصوم قرار داده از مردمان.
پیغمبری گپ نمیزنه. دیگه میگه خدایا، ولی خداوند چرا خیلی سوال میکنه؟ بعضی میگه خب حضرت عیسی علیه السلام معصوم پیغمبر خدا و خدای عزوجل هم میفهمید. میگه به خاطر ازی که امروز اینمی کسانی که عیسی علیه السلام سجده میکنن، اینمی کسانی که پیغمبرها را سجده میکنن، اینمی کسایی که پیش جن سجده میکنن، اینمی کسی که پیش رهبر خود، پیش پیر خود، پیش شیخ خود، پیش مولوی خود، پیش فلانی خود سجده میکنن، یا در روز قیامت پیش از این که دعوا کنن اینجا اول از کی پرسان میشه؟ از اونمو شخص اول پرسان میشه که آیا تو این گپ هم میخواستی؟ اگر عیسی علیه السلام بهش میگه که ان کنت قلته فقط علمته، خدایا اگر من این سخن میگفتم تو خود میفهمیدی، من خود نگفتی. اگر من کسی را گفته باشم بیا بر من سجده کو، اگر من کسی را گفته باشم بیا بر من رکوع کو، اگر من کسی را گفته باشم که بیا در پیش قبر من بر من دعا بکن بر من بچه، اگر من گفته باشم خدایا تو خود میفهم. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. خدایا چیزی که در قلب من هست، در داخل من هست، خدای کلش تو میفهمی. ولا اعلم ما فی نفسک، و خدای ای که تو علمت چقدر است و چیزی من نمیفهم. چیزی که تو میفهمی من نمیفهم. اینجا اقرار میکنه. بعضی کسا میگن نه فلانی به غیب میفهمه، فلانی غیب میفهمه. اینجا خود پیغمبر اقرار میکنه که خدایا چیزی که تو داری تو میفهمی من نمیفهم، از من رو تو میفهمی، تو خدا هستی اما من نمیفهمم. خب انک انت علام الغیوب، خدایا تو هستی علام الغیوب، یعنی بسیار عالم هستی به امور غیبی. این گپایی که اینا میزنن، چیزایی که در دلشون میگن، کارهایی که اینا میکردن، خدایا این براءت خدا از کل کارشون. که نه پاپ جان، نه جان پال جان، نه بندکیت جان، نه فلانی جان، این گپ من نگفتیم، شما تومت کردین سر من. خدایا تو عالم غیب هستی، تو بسیار غیب میفهمی، تو خاص دل ما با خبر هستی. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم. میگه من برشان نگفتم مگم چیزی که خدای تو بالای من امر کرده بوده که عبادت بکنین، ربی پروردگار منه و ربکم و پروردگارتان را. یعنی خدای من هم الله هست، خدای شما هم الله هست، خدای تمام پیغمبران الله هست. پس بیاین که فقط ذات الله را عبادت کنیم. ما همین گپ گفتم. و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم، خدای تا وقتی که من در بینشان بودم همین گپ توحید میگفتم شان سجده به الله بکنین، رکوع به الله بکنین، دست دعا به بارگاه الله بلند کنین، با کسی دیگه دست دعا بالا نکو. اینه میگه پارا میگفتم تا وقتی که من زنده بودم و در بینشان بودم. فلما توفیتنی، وقتی که تو مرا از بین از اینا برداشتی، دیگه من در بین این انسان ها نبودم. کنت انت الرقیب علیهم، خدایا تو مراقبشان بودی، حالتشان تو خوبتر میفهمی، تو میفهمی که چی دستایش چی جنایت هایی کردن. و انت علی کل شیء شهید، خدایا تو بر همه چیز آگاه هستی و شاهد هستی و باخبر هستی و میبینی.